آقای موشکاف از اون چهره‌هایی که اصلاً نیاز به معرفی نداره و همه همیارا و همراه‌های سیمای آزادی به خوبی با چهره و صداش آشنان و موشکافی‌های او رو هر شب از تلویزیون ملی ایران دنبال می‌کنن با بحث‌های داغ و شفافش. حالا آقای موشکاف مهمون امشب برنامه ماست و میخواد برامون از حال و هوای خودش و سایر موشکافا بگه. آقای فرشی بابا بیشتر از این خجالتمون نده. آخه موشکاف که مقدمه نمیخواد قربون تو بره. موشکاف همیشه بی مقدمه و بی حاشیه یه راست میره سراغ متن. بله طبق معمول موشکاف خودش رشته کلامو به دست گرفت و ما رو از مقدمه برد وسط متن. خب آقای موشکاف صفا آوردید، چه خبر؟ قربون شما. والله دیگه هموطنای عزیز ما به قدر این روزا خبر سازن که دیگه حساب خبرها از دست بنده موشکافم در رفته. میخوام به مسافرای پاریس بگم آقا واقعا دست مریضان، دست گلتون درد نکنه. وقتی قبل از شروع گردهمایی اینجوری امامه ولی فقیه و پریشون کردید، دیگه وای به روز گردهمایی. همه مصیبت‌های علی گدا و شیخ فری تو این روزها یه طرف، این توپوزی شما و گردهماییتون یه طرف. دم همگی گرم، غم همگی کم. بله دست شما هم درد نکنه، لطف عالی هم مزید. حالا آقای موشکاف یه سوالی ممکنه برای بعضیا پیش بیاد که شما این فوتوفن موشکافی رو از کجا میارین؟ یعنی مثلا چجوریه که هیچ خبری از دستتون در نمیره و همچین سر بزنگاه‌ها مچ این مهرهای حکومتی رو میگیرید؟ اولا که این نظر لطف شماست مسعود خان. شما خودتون ماشاءالله هزار ماشاءالله از اساتید فن موشکافی هستید و جای جاش سر چهارراه استراتژیک با ما رقابت میکنید. اما گذشته از شوخی باید خدمتتون عرض کنم که بنده موشکاف تنها نیستم. همکارای ما میلیونیان قربون. هر جای دنیا که شما بگید ما نماینده موشکاف داریم. از کوچه پس کوچه های تهرون، چهارراهای سیدنی و میدونای قطب شمال. حالا شما خودت بگو با این همه موشکاف میشه چیزی از دست بنده در بره؟ نه البته که نمیشه. معلومه که خیلی قدر قدرتی آقای موشکاف. حالا که اینقدر شما قدر قدرتی، ما راستش میخوایم شما رو به یک چالش دعوت بکنیم. اهل چالش هستی؟ دی مسعود جان داشتی؟ بعد یه عمری موشکافی ما رو از چالش میترسونی. ما خودمون چالش طلبیم جناب. برگت رو کن آقای مجری که موشکاف بعد جوری بیقرار چالشه. بسیار خوب. آقای موشکاف تلویزیون آخوندهای به قول خود شما تیوی ریش اخیراً یه گزارشی پخش کرده. اگر موافق باشی ما میخوایم این گزارش رو اینجا پخش بکنیم و شما به طور فی‌البداهه رو برامون موشکافی کنیم. موافقی پخشش بکنیم؟ پخش کن مسعود جان، پخش کن تا همچی برات بداهه نوازی کنم که خودت هست کنی. خب من از همکارانم خواهش میکنم که بخش اول اون گزارش رو برامون پخش کنم. اما منافقین و ضد انقلاب تور 25 یورویی پهن کردن. بریم ببینیم ماجرا از چه قراره. 25 یورو بدید و 2 روز به پاریس سفر کنید. این شیوه تبلیغاتی یکی از گروه‌های ضد انقلاب خارج نشینه که می‌خواسته اینطوری برای یک راهپیمایی علیه جمهوری اسلامی نفرات جمع کنه. اونا میگن مخالفان ایران قصد دارن تا تظاهراتی علیه این کشور برگزار کنن. دلیل ارزون بودن سفر به پاریس هم حمایت مادی از این برنامه است. برنامه یا تظاهراتی که به ظاهر برای مقاصد صلح آمیز برگزار میشه و هدفش رو ایجاد جامعه مدنی و تغییرات دموکراتیک در ایران معرفی میکنه. اما از همون ابتدا اونچه که خیلی از زیر کتشلوار دعوت کنندگان برنامه بیرون زده دم خروسه. علل حساب که تا همین جای کار دم خروس و نوک خروس از زیر عبای ولایت بیرون زده. اولش مجری تیوی ریش یه بار اسم دشمنای نظام آورد اما زود درز گرفت. بعدم تو اون گزارش کذایی به جای اینکه بگه اینا کیان که میخوان گردهمایی بذارن، گفت یکی از گروه‌های ضد انقلاب خارج نشین. دیدی مسعود جان؟ دیدی؟ سوتو داشتی؟
یعنی حتی جیگر نمیکنن اسم بیارن. بله احتمالا الان روزهاست که تو وزارت اطلاعات دارن تاس میندازن که در مورد گردهمایی حرفی بزنن یا خفقون بگیرن. به هر حال انعکاس این گزارش در بداغون تلویزیون رژیم هم نشون میده که تلاش کردن یه جوری یه انعکاسی بدن به زوزه های ولی فقیه. احسن به این شم موشکافی. قربون هموطنهای بامرا من برم که اونقدر شعله رو بالا کشیدن که بالاخره علی گدا جوش آورد و نتونست طاقت بیاره. میگن تو وزارت اطلاعات دعوا بوده، یکی میگفت اسم نیاریم که اگه بیاریم وابلا میشه، خودش میشه تملیق گردهمایی. یکی دیگه هم میگفت نه بابا اسم نیاریم که نمیشه، اصلا کسی نمیفهمه قضیه چیه. خلاصه این که طبق معمول این لقمه هم تو گلوی عظما گیر کرد و یه چنین فضاحتی از توش بیرون زد. بسیار خوب، حالا موافق این یه تیکه دیگه رو با هم ببینیم؟ ببینی اما جالب اونجاست که تا حالا اونطور که ادعا میکنن فقط 2700 نفر برای رفتن به این سفر ثبت نام کردن و تازه اکثر اونا هم ایرانی نیستند و معلوم نیست حضورشون توی یه تظاهرات ضد حکومت ایران یعنی چی. جان من ببر بچهای اتاق فرمان بگو این سایت رو یه بار دیگه نشون بدن. اما جالب اونجاست که تا حالا اونطور که ادعا میکنن فقط 2700 نفر برای رفتن به این سفر ثبت نام. نکته موشکافی تو همین صفحه سایته. یکی نیست بگه آخه سوتل بشه، چرا صفحه سایت خود دشمنای نظامتو نشون نمیدی؟ اقلا یه جاییشو نشون میدادی که جمله علیه جمهوری اسلامی ایران توش نباشه. اینا که همون حرفای گوینده تیبیریشه. اینجا درست همون جاییه که دیگه کار از نوک خروس و دم خروس میگذره، خود خروس از زیر هوای آخوندا بیزنه بیرون. سایت خودشون درست میکنن، عدد رقمش هم خودشون میدن، بعد اسمش هم میذارن افشاگری. به هر حال حالا که تا اینجا اومدیم اگه موافق باشین تیکه آخر این گزارش هم ببینیم که دیگه اصلا اسمش نمیشه گزارش، یه نوع تاولنامه است. باریکلا، تاولنامه رو خوب اومدی مصری جان، یادم باشه ازش استفاده کنم. ما بچه‌های فرهنگی باشگاه خبرنگاران هم تصمیم گرفتیم در پاسخ به این اقدام بانمک فیسبوکی فراخوان بدیم که مخالفان حکومت فرانسه برای سفر 2 روزه به شهرستان پاریس و حضور توی یه راهپیمایی اعتراضی مبلغ 24 یورو پرداخت کنند. البته برگزار کنندگان راهپیمایی از مهمانان محترم معترض با دوغ و قاووت استان کرمان پذیرایی خواهند کرد. نمیخواد از این ناپریزی ها بکنی. همون هیئت پارلمانی اروپا که دعوت کردی واسه 7 پشتت بسه. فعلا هسته قبلی رو توف کن تا نوبت به دعوت بعدی برسه. بعد از تو دهنی 220 نماینده پارلمان اروپا میخواستن به خیال خودشون مقابله به مصر کنن، اما مهموناشون با کوله پشتی و لباس آنچنانی وضعیت عظما رو آنچنانی تر کردن. همینه دیگه، واسه کسی که رو به موته اگه عسلم سرو کنی میگه زهر مارم شد. آقای موشکاف خیلی ممنون، واقعا گل کاشتی، عالی بود. از حضور توی این برنامه تشکر میکنیم و منتظر موشکافی‌های بعدیت هم هستیم. قربون شما برم. یه بار دیگه به همه هموطنهای گلم درود میفرستم و به همشون میگم روز 13 ژوئن تو پاریس بنده هم هستم، خدمت میرسم و از نزدیک یه موشکافی تمیز ترتیب میدم. سلام به باقی رفقا برسونید. دست مریزاد زد زیاد.